این دیدار دوستان عزیز در همراهی با شما تماشا خواهم کرد. شروع این رقابت مهربانی کشور و دوستان عزیز رفتیم با پیش بکه یک بر یک با اسرائیل خالف مونده بود. ایلهام براتов ضربه حالت نوبازی به قید گرفته می شود و بسیار هم خشمگین و عصبی می شوند مربیان دسته استرافشان. هم شورت شمسیف هم علیور اشور محمدов و علیور اشاره کرده است که از موقع او نیز دیده نمیشد که حالت نوبازی نیست. همین طریق با بلند کردن صداشتک خود داور از شهر نو دسته رو به تنفس روان میکند. 15 دقیقه نیز استراحت خواهیم کرد دوستان عزیز، زیرا که یک بازی بود در قسم اول که واقعا ارزنده تماشا و یک بازی خیلی هم جذاب و تماشاباب. ما امید داریم که در قسم دوم سرعت بازی کاهش نمی‌یابد و ما چنین یک فوتبال دوستان عزیز ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را از ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان. دیداری دسته‌های استرافشان و لوکوموتیو پامیر است. قسمی ایلهام براتов شکایت کرده است که در حالت‌های زیاد ضد قاعده بازی ویران کرده میشود، اما از مد نظر داور چیز دور میماند. امکانیت پارتوف ضربه جانبی دروازه و گل. بالاخره ایلهام براتов در این دیدار حساب بازی را کشود. اگرچه هر نفر که موظف بودند برای نظارت کردن حمله‌وران لوکوموتیو پامیر با فارغ بالی و خنک نظری راه دادند. پاسیو با پیش ازودک پنجیف امکانیت از ضربه جانبی دروازه و چه امکانیت بود برای عزیزبک حسنов برنماید. فوتبالی هجوم کن پارتوف تیتونی با پیش ایلهام براتов یک بر یک میبرد. ایلهام براتov ضربه و گل. ایلهام براتov اومدند 2-0. اما الان وقت است برای فوتبالبازان لوکوموتیو پامیر. جانبک شریپов تنها 4 بازیگران استرافشان با جریمه وارد میشوند. پارتوف ایلهام براتov نچندان پارتوف موفق بود. بردگر ایلهام ضربه جانبی دروازه الکای احساس کرد ایلهام براتov که دروازه